سلام رفقا، چطورید؟ من اسلام تیرچم هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. اونم یه چالش تیک تاکی که قراره ما توش امتیاز بدیم. بدون امتیاز نمیشه. میدونم دلتون خیلی تنگ شده بود واسه این ویدیو. چالنجای خیلی خوشگل و رنگی تنگ شده بود به امتیاز دادنمون. پس بدون هیچ معطلی میریم امروز به چالش یونیفرم امتیاز بدیم. چالش خیلی خفنیه. پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو ببینید. ولی یادتون نره که حتما لایک کنید، کامنت بذارید و اگر چنل من سابسکرایب نری حتما چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که فعال بشه. هر موقع ویدیو میذارم واسط پیغامش بیاد و به ویدیو ببینی. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. برو بریم. And why aren't you in uniform? بهش امتیاز 8 رو میدم. And why aren't you in uniform? بد نبود. 7. And why aren't you in uniform? بیبی من مجبورم بهت بدم 5. قراره که کاملا عادلانه امتیاز داده بشه. این سری من با چشمای کاملا باز نگاه میکنم. And why aren't you in uniform? منتظر ادامه شه. نه من پلی نمی کنم. ادامه شه. پلی تو رو خدا پلی نمی کنم. لعنتی ها. یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. قرار بود امتیاز عادلانه داده بشه. به ایشون هم 10 میدم. 10 تمام. اولین نفر 10 میگیره. اولین شرکت کننده ما 10 میگیره. حرف نباشه. داور اینجا منم. And why aren't you in uniform? میخواد تغییر کنه. برو. استعداد. من کاری ندارم. استعداد ناکن داری میباره. And why aren't you in شما نیاز به یونیفرم نداری. شما همین جوری هم عالی هستی. uniform? بچه شما تو کامنت بگی. من این اصلا امتیاز نمیدم. اولیه بهتر بود یا این بهتر بود. من میگم اولیه بهتر بود. And why aren't you in uniform? ریدی که بیشتر. تیپ اولیت که بهتر بود که. برو 5. برو 5 بیشتر نمیدم. And why aren't you in uniform? نظافت خیلی مهمه و کسی هم که کار نظافت رو انجام میده باید ازش تقدیر و تشکر انجام بشه. خب ما کار از دستمون بر نمیاد. مجبوریم که یه امتیاز خیلی خوب بهشون بدیم. بهشون میدیم 8. خوبه دیگه. 8 بسشه. And why aren't you in uniform? به خدا که تیپ اولت خیلی بهتر بود و همون لباست هم دوست داشت. 5. ¿Y por qué no estás en uniforme? 8. And why aren't you in uniform? قرار حسابی تغییر کنم. از چشماش معلوم بود. ریدی بابا. And why همون 5. aren't you in uniform? چرا انقدر زحمت میکشم واسه این کلیپ؟ واقعا دمشون گرم. این همه زحمت. واقعا دست مریضه. دست مریض. And why aren't you in uniform? من به اتاقش نمره میدم. خب اتاقش میدم 8. اتاقش دوست داشتم. مثلا کاری به ایشون نداره. And why aren't you in uniform? کیوت بود. تیپش کیوت بود. دوست داشتم. 8. And why aren't you in uniform? تکراریه. 7. And why aren't you in uniform? 8. اونم دل داره دیگه. چیکار کنیم؟ ببینم باید بدیم 8. ناراحت میشن. And why aren't you الانش خیلی خوبه. خب این عوضشه. تیپش اگه فوق العاده بود بهش میدم 10. بدون هیچ چونه چرایی بهش میدم 10. in uniform? درسته تکراریه. 8 بهش میدم. خوب نبود. تیپ اولت خیلی بهتر بود. And why aren't you in uniform?
چرا آخه به زحمت میندازین خودتون رو؟ واقعا من اینقدر درک نمیکنم. 9 میگیری. And why aren't you in uniform? به خدا میری یه لباس خوب میپوشی میای. اسپایدرمن تمام شد و رفت. 10 میدم. من بهشون 10 میدم. تمام. You in uniform? ورزشکار زحمت میکشه بهش میدیم 8. And why aren't you in حیف شما نیست یه لباس خوب بپوشی بیای. 10 میخوام بدم برو. uniform? 10 تمام. 10 میدم تمام بدون هیچ حرفی 10. شما هم میدونم موافقید با امتیاز دادن من. And why aren't you in uniform? الهی چپ کنم شاید پرستارم تو باشی. And why aren't you in uniform? همینجورش هم خوبا. نه دیگه پلیس شدی. منم که مجرمی بیش نیستم. منم دستگیر کن. باشه. بهشون میدم 9 به خاطر تیپش چون عوض کرده. اون یه نمرم حالا یه امتیازم واسه دیگه خودتون بدونید. And why aren't you in uniform? همین جوریش خوبه. نری به قیافتون نرینی. یه تیپ خوب بزن نمره خوب بگیر. من 10 میدم اگه تیپ خوب بزنی. الان نمره 10 گرفتی تو. من گذاشتم کنار. شب و روز براتون روزگار براتون خوش. شب همگی بخیر. خدا حافظ ای شعر شب پای روشن. تمام 10 گرفت. گفتم قرار عادلانه امتیاز بدیم. عادلانه بود. And why aren't you in uniform? کی گفته نباید به اینا امتیاز داد؟ 10. And why aren't you in uniform? دختر به این کیوتی به این زیبایی مگه میشه آدم بهش 10 نده؟ به اینم میدم 10. Why aren't you in uniform? لباسش خوبه قشنگه 8 میدم بهش. And why aren't you in uniform? ببینم چی کار میکنیم. 2 نفرم هستی میخوام 10 بهتون بدم. تمام به شما 10 دادم واسه اینکه تیم ورک انجام بدید و تیم ورک سخته. بچه‌ها میدونم ویدیوهای قبلی من دیدم من به تیم ورک خیلی اولویت امتیازی میدم یعنی امتیاز بالایی میدم بهش. دیگه گفتیم زحمت کشیدن دیگه. And why aren't you in uniform? وسط ویدیو گرفتن گوشی زنگ بخورم. یعنی من چیکار کنم وسط ویدیو گرفتن؟ خدا. And why aren't you in خوبه. امیدوارم بعدش هم خوب باشه. uniform? اگه میشه خوب نباشه. خب تمام امتیازها خیلی عادلانه خیلی صحیح داده شد و چند تاش حالا نمره امتیاز خیلی کم بهش دادم. شما هم تو کامنت اگه امتیازی داشتین امتیازی دارین حتما بنویسید کدومشون خوب بود. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردین. یادتون نره اگه دوست دارین لایک کنید. اگه هم دوست ندارین دوباره لایک کنید چون میخوایم بریم بالا افنتر بشیم بزرگتر بشیم ویدیوهای باحالی بسازیم. حتما اگه چنلمو برای اولین بار ببینی اگه ویدیو برای اولین بار ببینی حتما چنلمو سابسکرایب کن اون دکمه قرمز رنگو بزن و زنگولم بزن که فعال بشه. هر موقع ویدیو میذارم برات پیغامش بیاد. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدی. تا ویدیوی بعدی ببینمتون. پیس.